شرکت ساز نرم افزار میهن تقدیم می‌کند ریاضی سوم راهنمایی CD 1 از مجموعه اعدادهای طبیعی تا مجموعه عددهای گویا. به نام خدا و با سلام. من رضا امینلو، فارغ التحصیل رشته ریاضی کاربردی از دانشگاه مشهد، فوق لیسانس ریاضیم را از دانشگاه تربیت معلم تهران گرفتم. از سال 64 با درجه لیسانس در مؤسسات و آموزشگاه‌ها و دبیرستان‌ها مشغول به تدریس بودم و از سال 69 با درجه فوق لیسانس در دانشگاه‌ها تدریس کردم. کتاب‌هایی رو هم به رشته تحریر در آوردم که از آن جمله کتاب هندسه 2 با مؤسسه ژرفاندیشان و دوره کنکور کتاب مکاتبه‌ای برای رشته ریاضی با مؤسسه منشور دانش و دوره ریاضیات تجربی با مؤسسه پژوهندگان راه دانش. اما در مورد درس ریاضیات سوم راهنمایی، این درس در واقع یه پلی هست بین دروس دوره راهنمایی و دروس سال اول دبیرستان. دقیقا شما رو آماده میکنه برای مطالبی که سال آینده در دبیرستان با اونها احتیاج دارید. به عنوان مثال با جمع و تفریق اعداد که از قبل آشنا بودید و تمرینات رو بیشتر میکنم و آشناتر میشید. بعد با جبر آشنا میشید که سال آینده دیگه با اتحادها تجزیه اونها رو کاملتر میکنن و همچنین با هندسه مختصاتی و هندسه. امیدوارم که بتونیم مطالب رو براتون شرح بدیم. با اعداد طبیعی آشنا هستید. اعداد طبیعی هستن اعداد 1 2 3 الی آخر. در واقع اعداد طبیعی که اون رو با n اول کلمه نچرال نشون میدیم به صورت مجموعه اعداد 1 2 3 4 الی آخر مشخص میشه. بنابراین 1 عضو اعداد طبیعی هست، 135 عضو اعداد طبیعی هست، اما دیگه 0 عضو مجموعه اعداد طبیعی نیست و 2/5 یک عدد طبیعی نیست. -2 هم عددی طبیعی نیست. کوچکترین عدد طبیعی 1 ولی دیگه مجموعه اعداد طبیعی بزرگترین عضو نداره و از این طرف نامتناهی هست. میدونیم که حاصل ضرب هر دو عدد طبیعی یک عدد طبیعی هست و حاصل جمع دو عدد طبیعی هم یک عدد طبیعی هست و هر عدد طبیعی رو میشه به صورت حاصل ضرب دو عدد طبیعی دیگه در آورد. به عنوان مثال من عدد 6 رو میتونم بنویسم به صورت 2 ضرب در 3 و یا 1 ضرب در 6. بعضی از اعداد طبیعی رو میشه به صورت حاصل ضرب دو عدد طبیعی بزرگتر از 1 نوشت. به عنوان مثال من عدد 15 رو میتونم بنویسم 5 ضرب در 3. هر دوی اینها اعداد طبیعی بزرگتر از 1 هستن. و یا 8 رو میتونم بنویسم 2 ضرب در 4 که هر دو بزرگتر از 1 هستن. 4 هم همینطور به صورت 2 ضرب در 2 میتونم بنویسم و 14 میتونه به صورت 2 ضرب در 7 نوشته بشه که هر دو بزرگتر از 1 هستن. اما اعدادی مثل 5 7 3 و یا 2 رو به صورت حاصل ضرب دو عدد طبیعی بزرگتر از 1 نمیتونم بنویسم. 5 رو فقط میتونم به صورت 5 ضرب در 1 بنویسم و 7 رو به صورت 7 ضرب در 1 و 3 رو به صورت 3 ضرب در 1. 2 رو هم فقط به صورت 2 ضرب در 1. به این چنین اعداد میگیم اعداد اول.
مجموعه مقسمله های عدد 15 رو در نظر بگیرید. اینها هستن 1 3 5 و 15. پس مجموعه مقسمله های عدد 15 4 تا عضو داره. مجموعه مقسمله های عدد 9 هست اعداد 1 3 و 9 که این مجموعه دارای 3 عضوه. اما مجموعه مقسمله های عدد 2 هست 1 و 2. مجموعه مقسمله های عدد 5 هم هست 1 و 5. خب میبینیم که مجموعه مقسمله های اعداد اول فقط شامل 2 عضو هست و مجموعه مقسمله هایی که اول نیستن دیگه دارای 2 عضو نیست. مجموعه اعداد طبیعی رو به 3 دسته میتونیم تقسیم بکنیم. یکی اعداد اول که فقط دارای 2 تا مقسمله هستن که یکی خودش و دیگری هم عدد 1 هست. مجموعه اعداد مرکب که بیش از 1 مقسمله دارن و عدد 1 یعنی عدد 1 نه اول هست و نه مرکب. پس بنابراین اعداد اول ببینید 2 3 5 7 11 الی آخر اینها اعداد اول هستن. یه قسم دیگه اعداد مرکب هستن 4 6 8 9 10 الی آخر اینها هم اعداد مرکب هستن که تعداد مقسمله های اونها بیشتر از 2 تا هست. اینجا تعداد مقسمله هاش دقیقاً 2 تاست. و یکی هم عدد 1 هست که عدد 1 نه اول هست و نه مرکب. مجموعه مذهب‌های عدد 4 رو در نظر بگیرید. اینها هستن 4 8 12 16 و الی آخر. مجموعه مذهب‌های عدد 3 هم برابر هست با 3 6 9 12 الی آخر. عدد 4 یک عدد مرکبه. بنابراین به این اعداد اگه نگاه کنید می‌بینید همگی مرکب هستن. پس تمامی مذهب‌های یک عدد مرکب یک عدد مرکب هست. اما 3 اول هست، بنابراین عدد 3 اوله ولی بقیه مذهب‌های اون مرکب هستن. دور هر عدد مرکب یک خط بکشید و توضیح دهید که چگونه مرکب بودن آن را تشخیص داده اید. ببینید 63 عددی مرکب هست چون برابر هست با 9 ضرب در 7. 6 مرکبه چون میشه 2 ضرب در 3. 24 میشه 4 ضرب در 6. 35 مرکبه چون به صورت 5 ضرب در 7 میشه نوشت. 9 رو هم میتونیم بنویسیم 3 ضرب در 3 و 57 رو هم میتونیم بنویسیم 3 ضرب در 19. حالا از ما پرسیده آیا اعدادی که دور آنها خط نکشیده اید اولا چرا؟ خب اینها همشون اول نیستن، فقط عدد 1 هست که نه اول و نه مرکبه. اگر 1 رو کنار میذاشتیم اعداد باقی مانده همه اول میشدن، یعنی 3 اول هست، 17 اول، 13 اول و 83 هم عددی اول هست. درستی یا نادرستی گزاره های زیر را مشخص کنید. علت نادرستی گزاره ها را بنویسید. الف میگه 49 عددی اوله. خب این غلطه چون 49 هست 7 ضرب در 7. گزاره دوم هست غیر از 2 هیچ مضرب 2 اول نیست. این کاملا درسته. گزاره بعدی اینه که 3 یک مقسوم علیه اول عدد 12 هست. خب این هم درسته. گزاره بعدی این هست که هر عدد طبیعی بزرگتر از 1 حداقل یک مقسوم علیه اول دارد. این گزاره درسته ولی اثبات اون به این سادگی ها نیست و در سالهای بالاتر اثبات اون رو یاد میگیرید. گزاره بعدی این هست که تنها مقسوم علیه اول 5 خود 5 است. خب این هم درسته چون 5 فقط 2 تا مقسوم علیه داره، 1 و 5، 1 که اول نیست، پس
5 تنها مقسوم علیه اول عدد 5. گزاره بعدی این که 23 عدد اوله، این هم درست هست. گزاره بعدی میگه که 27 عدد اوله که این درست نیست، چون 27 رو به صورت 3 ضرب در 9 میتونیم بنویسیم. و گزاره بعدی میگه که تنها مضرب اول 3 خود 3 هست. خب این هم درسته، تنها مضرب اول هر عدد اول فقط خودشه، بقیه مضرب‌هاش بدیهیه که دیگه اول نیستن. در جدول زیر همه عددهای مرکب و عدد 1 را خط بزنید. خب من اعداد مرکب و 1 رو زیرشون یه خط کشیدم. پس باقی میمونه اعداد 2 3 5 7 9 5 7 11 13 17 و 19. حالا از ما سوال کرده که آیا عددهای باقی مانده اولن؟ خب بدیهیه، عددهای باقی مانده اول هستن، چون اعداد طبیعی تقسیم میشه به 1 و اعداد مرکب و اول. خب من 1 و اعداد مرکب رو کنار گذاشتم، پس باقی مانده اعداد اول هست. در واقع ما اعداد اول کوچکتر از 20 رو نوشتیم. 2 3 5 7 11 13 17 و 19 اعداد اول کوچکتر از 20 هستن. میخوایم عددهای اول کمتر از 30 رو به دست بیاریم. میایم ابتدا عدد 1 رو که میدونیم نه اول و نه مرکب هست خطش میزنم. حالا عدد 2 میدونم اوله، خب 2 رو نگر میدارم، تمام مضرب‌های دیگهش غیر از 2 میدونم مرکبه، پس 4 رو خط میزنم، 6 رو خط میزنم، 8 رو خط میزنم، 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 و 30. میدونم عدد 3 اول هست، پس تمام مضرب‌های دیگه عدد 3 رو خط میزنم. خب اولین مضرب 3 هست 6 که خط خورده، 9 رو باید خط بزنم، بعدی 12 خط خورده، 15 رو باید خط بزنم، 18 خط خورده، 21 رو باید خط بزنم، 24 خط خورده، 27 رو باید خط بزنم، 30 هم که خط خورده. 5 عددی اول هست، بقیه مضرب‌های عدد 5 رو خط میزنم. اولین مضرب بعد از 5 10 خط خورده، 15 خط خورده، 20 خط خورده، 25 و 30 هم که خط خورده. عدد 7 عددی اول هست، باید بقیه مضرب‌های 7 رو خط بزنم که میبینم 14 21 و 28 خط خوردن. دیگه از اینجا به بعد نیازی نیست که ادامه بدم. عددهایی که باقی موندن همگی اول هستن. میخوایم ببینیم آیا عدد 43 اول هست یا نه. عدد 43 به 2 قابل تقسیم نیست، به 3 هم تقسیم پذیر نیست، به 5 هم تقسیم پذیر نیست، به 7 هم تقسیم پذیر نیست. بنابراین حکم میکنم که عدد 43 عددی اول هست. در واقع من میام عدد 43 رو به اعداد اول کوچکتر از جذر 43 که تقریبا میشه 6 خورده ای، یا مثلا جانب احتیاط رعایت کنیم مثلا 7 رو در نظر بگیریم، به اعداد اول کوچکتر یا مساوی با 7 تقسیم میکنم. اگر تقسیم پذیر نبود حکم میکنم که عدد 43 عددی اول هست.